امروز اینجام تا بهتون 5 تا خوش اومدید به 5 نوت از 5 شنبه. امروز اینجام تا بهتون 5 تا موزیک معرفی بکنم. موسیقیایی که شاید خیلی متفاوت باشن، شاید گاهی اوقات بی‌کلام داخلشون باشه، سنتی، سنتی، ایرانی، خارجی، همه جوره داخلشون هست. اولش به این فکر بودم که 2 تا موزیک رو واسهتون خیلی تحلیل بکنم در 5 شنبه ها، اما به این نتیجه رسیدم که اگر خودتون گوش بدید و من یک توضیح خیلی ساده ای راجع به همه موزیکا بهتون بدم، خیلی بهتر پیش میره و شما خودتون میتونید تعیین بکنید که آیا این موزیک رو دوست داشتید یا نداشتید. بالاخره یک موزیک در حالت عرفش دیگه بگیم بیشتر از 5 دقیقه نیست و خودتون میتونید با گوش دادن بهش ببینید که آیا دوستش دارید یا دوستش ندارید. تصمیم گرفتم امروز رندوم از یک لیست 1000 تایی بهتون 5 تا موزیک که انتخاب شدن رو معرفی بکنم که به ترتیب آهنگ‌هایی از شان مندز، بیلی آیلیش، محسن یگانه، رضا یزدانی و همچنین ایمیجینیشن دراگون از این لیست جون سالم به در آوردن و بیرون اومدن. ببخشید اگه گاهی اوقات یکم صدا میاد پایین یا گاهی اوقات توپق میزنم، بالاخره برنامه داره یه تک ضبط میشه و دوست ندارم سر این ویدیو حداقل دکمه استاپ رو بذارم یا اینکه بخوام کات بدم. اولین موزیک شان مندز. بذارید اسم موزیک رو کامل براتون بخونم. استیچز میشه بخیه ها. این موزیک واسه کسایی که یه جورایی شکست عشقی خوردن. من یه دفعه داخل زندگیم این موزیک رو گوش دادم و به نظرم آهنگ جالبی بود. ولی اگر که از کامیونیتی ایران خارج بشیم، افراد خارجی که موزیک رو گوش میدن به متن موزیک زیاد دقت نمیکنن، چون همیشه در تلاش واسه اینن که بفهمن چرا شان مندز انقدر خوش صدا و خوش قیافه است. دومین موزیک بیلی آیلیش بد گایز. یه جوراییه که انگار شما اگر که برگردید و بک‌گراند موزیک رو نگاه بکنید میفهمید که این 2 تا خواهر و برادری با هم دیگه تصمیم گرفتن یه موزیکی بسازن که همه باهاش هد بزنن و کی باورش میشد که نصف جمعیت جهان باهاش تیک تاک بگیرن. خیلی موزیک معروفیه و ریتمش هم یه جوریه که شما رو پر انرژی میکنه، هایپتون میکنه و بهتون اون انرژی و حال خوبی که میخواهید رو هدیه میده. سومین موزیک بهت قول میدم محسن یگانه. فکر کنم هر ایرانی داخل زندگیش حداقل یک بار این موزیک رو گوش داده، برای همین هم واقعا حرفی نمیمونه که راجبش بزنم. یکی از پرویوترین موزیک‌های ایرانیه، حدوداً فکر کنم 170-80 میلیون یا فکر کنم الان 200 میلیون هم رد کرده این موزیک. بیشتر خواننده‌های کشورهای اطراف و دوست و همسایه ما این موزیک رو یه بار بازخوانی کردن. ورژن ترکی داره، تاجیکستانی داره، آذربایجانی داره، فرانسوی داره، همه جوره داره. یعنی شما بگردی از ایرانیش خوشت نیاد، از ترکیش خوشت میاد، از ترکیش خوشت نیاد، تاجیکستانیش هست. بالاخره یه جوری باید از این موزیک خوشت بیاد. همون هم شنیدیمش دیگه، لا 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 لا. ببخشید میتونم نوتاشو بخونم ولی میخوام سریع ازش بگذرم که وقت شما هم گرفته نشه. چهارمین موزیک رضا یزدانی تهران. واسه کسایی که از ترافیک تهران جون سالم به در آوردن و دوست دارن این موزیک با حال و هوای فیلم‌های سینمایی و بازی کردن در یک نقش اول درجه 1 رو تجربه بکنند، من این موزیک رو پیشنهاد میدم که گوش بکنید. من کارهای رضا یزدانی رو دوست ندارم چون که اصلا هیچ موقع باشون ارتباط نگرفتم، با اینکه نمیگم در سبک راک، منظورم راک نیست، اما خواننده های گمنام یا خواننده های عجیب و غریب رو خیلی گوش میدم و میتونم یه لیست 1000 تایی واسهتون از موزیک های خوب رو بگم و اینها بمونه واسه بعدن. پنجمین موزیک Imagination Dragons Believer یا معتقد، اگر که بخوام به زبان خودمون بگیم. معتقد به چه معناست و اصلا چرا اسم یک موزیک که هممون فکر کنم یه بار بازم شنیدیمش اسمش میشه بیلیور. یه بیت داخل فکر کنم مصرع بشه، البته یه مصرع داخل کار هست که میگه pain you made me out my brain believer. میگه که درد تو کاری کردی که
من معتقد بشم، یعنی حالا نمیدونم دست و پا شکسته بهتون گفتم چون دقیق یادم نمیاد متنش، اما این موزیک واسه کسایی که دوست دارن بگن ببین اگر که چجوری بهتون بگم، هر کشوری یه سرود ملی خاص واسه خودش داره. سرود ملی افرادی که بگن من میخوام یه کاری انجام بدم و من میتونم، همین موزیکه. یه موزیک که وقتی داخل باشگاه پلی بشه شما نمیفهمی چجوری وزنه‌ها رو بالا میبری، انگار این موزیکه که داره کمکت میکنه که همه وزنه‌ها رو بذاری پشت سر. امیدوارم که از این پنجشنبه هم لذت ببرید. چیزی تا پایان هفته و تعطیلات دلنشین جمعه نمونده، با اینکه غروب جمعه خیلی دلگیره. چی بگم، همیشه اینا میگفتن و شاید ملکه ذهن منم شده. امشب و تا خود صبح موزیک پلی کنید، عشق و حال کنید و به زندگیتون ریتم دلخواه و مورد علاقه خودتون رو بدید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که من رو تحمل کردید و اگر نکته‌ای هست مثل همیشه به روی چشم لطفاً نظراتتون رو بهم بگید. از شما ممنونم. خدا نگهدارتون.